سیما تفنگم قطار که بالا سرم پرش شهر ورگم پرش شهر ورگم سیما تفنگم قطار که بالا سرم پرش شهر ورگم پرش شهر قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان 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 شهیدان پیروز باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران. دموکراسی آزادی با مریم رجبی، دموکراسی آزادی با مریم رجبی، دموکراسی آزادی با مریم رجبی. طبق برنامه شورای ملی مقاومت قانون اساسی در ایران آینده توسط مجلس مؤسسان تدوین می شود که انتخابات آن حد اکثر 6 ماه بعد از سرنگونی برگزار می شود. روح و ترجیباً آنچه مردم ما می خواهند آزادی آزادی و آزادی است. دیما شروع میکنیم. قیامی که سرخفام شد اما با خون شهیدانش، با کفکشان شهیدانش و هزاران جان شیفته و خشم و خروش خلق قهرمان ایران و جهان را به لرزه درآورد. گفت جهان خبردار نشد که در ایران چه گذشت. و سردار خیابانی که می‌خروشید ما حق داریم امیدوار باشیم، ما حق داریم از خطرات و مشکلات نهراسیم. پس یقین داشته باشید که آینده مال شماست. نیروهای میرا از صحنه حذف خواهند شد. مرگ
شیخ که بیدریق خون می‌ریخت و طرف دیگر بقایای شاه و بچه شاه که آمده بود حاصل خونها را به سرقت ببرند، اون هم با شعار فوق ارتجای جاوید شاه که به شیخ در کشتار دست بازتر میداد، شعاری که شاخص تفرقه اندازی در خدمت خامنه‌ای و نیروهای سرکوبگر و راهبند قیام است. اما ما در دهه سوم قرن 21 هستیم و به قول مسعود اگر کسی گمان می‌کند می‌تواند انقلاب دموکراتیک نوین ایران را مانند انقلاب مشروطه، انقلاب ضد سلطنتی برباید و در لجه خون اندازد، سخت در اشتباه است. مرگ بر ستمگر! چشا باشه درخت‌بر، مرگ بر ستمگر. 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 چشا باشه درخت‌بر. آزادی، آزادی، آزادی. ایران این بوده و هست که نه مماشات و نه جنگ، تغییر رژیم و حاکمیت جمهور مردم به دست مردم و مقاومت سازمان یافته آنهاست. شورای ملی مقاومت از سال 1381 در یک مصوبه به جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی فراخوان داده است، مرکب از جمهوری خواهانی که طرفدار جدایی دین از دولت هستند و رژیم ولایت فقیه را در تمامیت آن نفی می‌کنند، یعنی با وجود همه اختلافات و تفاوت‌های سیاسی و ایدئولوژیکی در جبهه خلق ما از دیرباز برآمدیم که میتوان و باید در جبهه همبستگی گرد هم آمد. آری میتوان و باید در جبهه همبستگی ملی گرد هم آمد به نام ایران، زیر پرچم ایران و برای عالی ترین مصالح مردم ایران. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. نه بدو، 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 نه بدو. Zerrissen dieses Regime eines Tages menschlich wird, waren falsch. Es kann im Iran keinen Frieden und keine ایران یک صدا،
you to you, Mrs. Maryam Rajavi, President-elect of the National Council of Resistance of Iran. Lesson number 2, silence mental difference. You support free and fair elections. Free choice, freedom are at the heart of the sovereignty of the future Democratic Republic of Iran. And the 10-point plan is the right recipient from tyranny. I've spoken to many of you last year. But today, both internally and externally, decimated the regime's proxy forces across the region and severely weakened the Iranian military infrastructure. It has left the regime without its most powerful insurance policy, a nuclear program that was thriving. So whether it occurs today, or tomorrow, or 5 years from now, the collapse of the Islamic Republic is 100% inevitable. Тоталітарний режим Росії, який підтримує тоталітарний режим в Ірані. І Іран за це дає Російській Федерації зброю, якою вбивають людей в Україні. Тому тоталітарний режим Росії, тоталітарний режим Ірану – це є равенство. І ми виступаємо за повалення режиму в Ірані. Ми виступаємо за вільний Іран. Free Iran! Free Iran! Free Iran! Free Iran! Free Iran! Free Iran! امروز در 47مین سالگرد انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران که به دیکتاتوری شاه نگفتند گرد هم آمده ایم تا هم صدا با قیام سراسری هموطنانمان در ایران به دیکتاتوری فاشیسم مذهبی نیز نه بگوییم. تمام ایران یک صدا، نه شاه میخوایم نه ملا. و هزاران تبریک به مناسبت قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا که به گفته رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی نتیجه مستقیم خون شهیدان و حاصل 3 دهه کارزار مقاومت ایران و تلاش دیگر آزادی خواهان است. وقت قیام
Wenn man sich selbst kaum wiedererkennt, wenn Freunde verschwinden, keiner sagt warum. Und trotzdem bleibt die Liebe nicht stumm, denn in Teheran und in jedem Ort lebt ein Traum, der niemals stirbt. Und auch wenn man euch die Stimme nimmt, die Wahrheit bleibt und sie gewinnt. Und wenn die Nacht noch so kalt ist, kommt irgendwann der Morgen zurück. Denn echte Hoffnung kann man nicht töten, sie findet immer ein Stück. Iran, ich trag dich in meinem Herzen, auch wenn die Welt grad wegschaut, auch wenn es weh tut. Eure Stimmen sind stärker als Mauern, stärker als Angst, stärker als Blut. Iran, du bist mehr als nur Tränen, mehr als nur Kampf, mehr als nur Schmerz, denn in jedem Kind und jeder Seele schlägt Freiheit im Herz und Mond. Und selbst wenn keiner es hört, ich höre euch, selbst wenn alles still wird, ihr seid nicht allein. Freiheit für alle politische Gefangenen im Iran! Freiheit für alle politischen Gefangenen im Iran! Demokratie, Freiheit mit Ayam Rajavi! Keine Geschäfte mit den Mullahs! من میگم نیدامید خامنه ای، شما بگید نیدامید دیکتاتور این ایران. نیدامید خامنه ای. من میگم نیدامید خامنه ای، شما بگید نیدامید دیکتاتور این ایران. نیدامید خامنه ای. نیدامید خامنه ای. نیدامید خامنه ای. بگ 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 دیمونه حسین بگ.
پیرسای خودشون قیام سرنگونی تنها ره رهایی تنها ره رهایی تنها ره رهایی پیام جان جانان پیام جان جانان دموکراسی آزادی با مریم رجبی دموکراسی آزادی با مریم رجبی دموکراسی آزادی با مریم رجبی حسابرسی در میشه خانه جناب در میشه سفر ماه خانه جناب در میشه مرگت فرا رسیده شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده درود بر شهیدان قسمت دومشو بگیر سلام بر آزادی درود بر شهیدان سلام بر آزادی درود بر شهیدان سلام بر آزادی درود بر شهیدان سلام بر آزادی بیرون موسیقی Politician Gefangenen im Iran. دوستان همه با هم پرچما بالا نوشن مولا نوشن مولا نوشن مولا نوشن مولا نوشن مولا حالا همه با هم جواب منو میدید خلق جهان بداند مسئول رهبر ماست من سوال میکنم خلق جهان بداند مسئول رهبر ماست خلق جهان بداند مسئول رهبر ماست خلق جهان بداند مسئول رهبر ماست خلق جهان میداند مسئول رهبر ماست خلق جهان میداند مسئول رهبر ماست دوستان عزیز دقت کنید اینو تکرار میکنید میکشم آنچه برادرم کن تو از اون بالا بگیر میکشم هر آنچه خواهرم کن میکشم آنچه برادرم کش میکشم آنچه برادرم کش میکشم آنچه برادرم کش هر آنکه خواهرم کش میکشم
میکشم میکشم آن که برادرم کن میکشم میکشم هر آن که خواهرم کن میکشم میکشم آن که برادرم کن میکشم میکشم هر آن که خواهرم کن میکشم میکشم آن که برادرم کن میکشم میکشم هر آن که خواهرم دوستان خسته نباشید، برنامه به پایان رسید. لطفاً از خیابان 17 ژوئن بریم پایین. پایان تو